شما در عصر شهروند رسانه، کودک رسانه زندگی میکنید. بپذیرید کودکتون یه رسانه است. بپذیرید کودکتون مستقل بودن رو دوست داره. بپذیرید نسل زد نسل کارآفرینه، نسلیه که پذیرایی بالایی داره. الان سرخ و سفید و قرمز و رنگ ها دیگه خیلی مهم نیست. سیاه و سفید کنار هم میشینن، کرد و ترک و بلوچ کنار هم دیگر پذیری بالایی دارن. هیچ کارشناسی شعری یا حالا قصه مهمتر، صادقانه تر، موثق تر است حرکت بچه‌ای که جلو